یک دستگاه شکنجهگر درست کنیم. ابتدا یک اسکیدی پیکستون رو به این شکل قرار میدی و یه دونه شاهکار یعنی سالار قرار میدی اینجا که از نوع ما سالاره. حالا برای شما نمیدونم. یه لول میذاری اینجا بعدش که گذاشتی یه دونه از اینا. حالا این یکمی باید جلوتر باشه. آی 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 درد من دردم. یه دونه ببایی. این ببایی که اینجاش کوچولو بعد تاخ اینجوری به این نه شکنجش قشنگ داره میره. یه عکس سلفی بگیریم نگاه کنیم قشنگ رفته داخلش. به این میگه قدرت مستر استایم و قدرت قدرت مستر استایم. آره همینی که هست. اگه دوست داشتین چیزای دیگه هم شکنجه بدیم حالا برای بعدن دیگه. آره این گوسفند چقدر ناز بود. من دارم بهش کمک میکنم که البته باید اینجوری کمک کرد. اینجوری یه گوسفند دیگه باید باشه که اینم اینجا میذاری. آقا قطع کن مشت قطعش کن.